نان از شمار آن مقدساتی است که در همه دور و زمان انسان به آن نیاز دارد. اگر دقیق تر اندیشه رانیم، هستی انسان را به نان تصور کردن نشاید. از این رو نان به بهاترین ثروت حیات مادی انسان است و قدر و منزلت آن در ردیف ثروت‌های مقدس معنوی قرار دارد. در جریده عالم شبیه شاه بیت ثبت گشته است. در آن جایی که نان است، آداب و فرهنگ و صنعت نیز به مشاهده می‌رسد. نان گندم خیلی بهترین امی خریش امی آدمو نان گندم ای. امی اوردی خیلی که یکم دیم خیلی امی خیلی لذتی گندمی را نداره. اوش هم نوشیدگی نشوه و لذتی گندمی و نان گندمی بودی گیاه. همیشه کمت که سیر باشه، سرخون سیر پر باشه، همه چیز میشوه. سرودا میشه، رقص میشه، بازی میشه، همه چیز. خرسندی و توی مرکه میشوه. ساعت باشه همه پشتی نمیونه سری و پری و همی خرسندی ایاموه. هر سال میگم در 15 خوبچه‌ای ساعت باشه شگرونه این سال خیلی گرفتیم 40-50 خوبچه‌ای. این بانوان نامپز از ناحیه مسچاه ولایت سوخ هستند. نامپزی قریب کاری همروزه زنهای دهات است. بانوان این ناحیه نیز به مثل دیگر ساکنان منطقه کشور نان را در تنور، چکدان، دگدان، تفدان و غیره از ارد اساساً گندم میپزند. به قول بانوان از یک ارد قریب 20 نمود خوردنی آماده کردن ممکن است. از عهده نانبندی و آماده کردن خوراک ملی در این منطقه قریب همه بانوان میبرند. در توی معرکه ما هم همزعلیم فطیر میکنیم. لاچره میکنیم. در لاچره هم روغن زرد، شیر، قیمق با مختام و نوروزه عید صده در هم بیان همزعلیم فطیر لاچره تشکیل میکنیم. صاحب گراند پرزنتی در سال 2020 شدم و فروش نانهای مسجا فروش فطیر مسجح را در مغازه های ناحیه به راه ماندم و یک چند نفر شاگردان نیز تربیه نمودم. حالا آنها هم نانها فطیرهای مسجح را پخته به فروش برآورده ایستادند. از حسابی که ما اون نانهایی که میپزیم مغازه میبراریم به شیر روغن میکنیم، طلباتش نسبت به نانهای بازاری بلندتر است. زنها به این راه زنها در خانه نشسته هم فرزندان خود را تربیه میکنند، هم نان پخته به مغازه ها برآورده فروخته به عائله خود به بودجه عائله خود فایده میبیارند. دگدانه کلان داریم. دگای خشرو داریم. آلی تنور من دهنش انمقه نون دو زیر میبرو. همین نانای کلان 4 تا میبره. 4 تا میبره. یک بستگی 4 تا میبنده. با لاچرن یک بستگی 4 تا بنده با میکنیم با میبنده. باش نمنونه کلچهش میگم و 30 تا 40 تا تنوره کلونه میبنده. نمنونه هم یک 20 تا میبنده. واقعا در خانه هر یک باشنده ناحیه مسجح نان گندمی فراوان است. معلوم شد که اکثر مردم که به غله‌کاری مشغولند از نوع ارد یکم کم استفاده میبرند. دسترخوان ما رو نان آرامیت که نان مسجح در مقیاس تاجیکستان و بیرون از آن با لذت خودش فرق میکنه، چون که در ترکیب این خمیر هم قیماق میریزن، هم روغن میریزن، هم شیر میریزن، در نتیجه آن بسیار خوش لذت و ملایم میشود و چندین روزها این نان نمود خودش، طعم خودش، لذت خودش را دیگر کردن نمیتواند، چون که این نان زیب دسترخوانی همه مردم ما است. سمبوسه، قد مال تنوری، برک، این هم کدبانگی زن را نشون میده، هم صرفه‌کاری رو در عائله که یک نمود روغن و آرد دسترخوان خودمون را خوشرو آرام میده. هر یک خوردان مسجحی گاو دارد، روغن زرد، شیر، هر سر آماده کردن این محصولات رو هم برای معرکه هم برای
خوراک هر روز ما که تا هم مغازه خرید کرده چیزای خیمیکات استفاده بردنه، این محصولات های طبیعی. حرکت ما هم فایده به بودجه عائله، هم چیزی طبیعی استفاده بردن، فرزندان ما سالم به وای رسند. سلامتی فرزندها به فکر همه من از همه چیز بخیر، شیر، قطع، چکه بره خوب، گوشت هم برنج، این همه چی میشه، اگرم، مستابه، حدید، شیر برنج. فرزندتون به همه زندگی آماده کنید و به شفر براره. وقتی که وی همین استاد تیار نکرده میبراره در یک دم خونه ویرانه. همین اپشتی پخت پر همه نه آداب، همین چیز باید فرزند یاد دادن در تو. 3-4 ساعت حیات هر یک مادر دهات صرف آماده کردن نان می گردد. اگر 1 ساعت وقت خود را صرف شوریدن خمیر کنند تا زواله روز کردن و آتش افروختن و پختن آن نه کمتر از 3 ساعت دیگر مصرف می شود. بانوان دهاتی از اجرای این عمل هیچ خستگی را احساس نمی کنند، زیرا این کاری هر روزه آنها است و به این شغل و یا کاری دائمی عادت کردند. خانواده ساکن شهر بختر خاله فرشته فیض‌الله و از نان دیده تنوکی را مقبول تر می دانند. از همین لحاظ او برای دسترخوان عائله همیشه تنوکی های گرم آماده می کند. همه تر آزمانا میریم نون میبندیم، تر چی میریم آزمانا میریم تر نون میبندیم، کلینو را نشون میتیم که کلینو را این تر نون بندیم. بچه ها خودشون طریق اوستا که طریق نمیخورن، فقط اوچه تنکی که نمی تنکی میکنیم بچه ها را میتیم. از این او کلینو را نشون میتیم که ما به مادر به چیز کلون شدیم، شما نگاه کنین یاد بگیرین، گردن کج هر جا نشین. ضمن سفر او را هنگام چپاتی پزی دریافتیم. به قول نام برده این هنر را نه تنها به دخترانش بلکه به کلین هایی که قدم به خانواده میگذارند خودش یاد میدهد. کلین کلانیش را در پختن چپاتی بهترین میشمارد. نابسته از آنی که کلین ها نانبند های ماهرند، اما خاله فرشته خود را هیچ بیکاری خانه و هنرمندی تصور نمی کند. هازی کلینو هنر خودم داخل شروع تنکی میبندن، به همسایه نون میبندن، همه کارا میکنن کلینو. هازی عروسای هازی در ترمس هست، موشیکای پشوکشی هست، خلدینی هست. ما 6-7 سغره را پشوک شدیم، شو خمیر کردیم، پختیم، پخته چیندیم، زندگی اون پیش بردیم. هازی همه چیز مهیا ای به هنری و زندگی وارد میشه. هازی همه 3 کلین در خونه های این شایش یاد گرفت، این شایش یاد گرفت. هازی همش نون بندن، کلچوی کلون ولی چگدون مایده های. بعد یک کلینه که تنکی بند ما نوجدو کردم میگم فیروز کم سری بیو که من آزمون دارم. به قول نام برده پختن تنوکی هم وقت مناسب را طلب می کند و هم برای خمیر محصولاتی کم مصرف می شود. بعد از پختن چپاتی زنها جمع شده از آن تذوبه‌ای که خیلی بولذت است آماده می کنند. زنه که معشر جمع می شود یک او شومگی را می ریزیم، بعد قنوگل را می چوشیم، نون ای طریق چند طرفه می ریزیم، بعد از اون چی میمونیم طبق میمونه، بلوی طبق را می بروریم خوردن. میگوید از بس که چپاتی زود آماده میگردد در موسم کار بیشتر این انواع را میپزیم که وقتی کمتر را طلب میکند. این مادر در فرصتی نه کمتر از 10 دقیقه چپاتی را به تنور تصفان چسبانیدند و نهایت نتیجه زحمت او چونین چپاتی های بولذت و گوناگون آماده شد. یک عمر تنکی کردم، یک عمر سرنسفتی تنکی کردم. چگدون مایده های بچه ها گو چگدون کلون میاری با اسکوات خطی میاری میوره میگیریم چگدون رو نشونی. گردچه و چپاتی مردم نورآباد را در یگان نواحی دیگر دیدن به گمان است. کلچه های نورآبادی به شکل و طعم و لذت فرق کننده اند. این نوع نان را در منطقه رشت کلچه چای میگویند. در منطقه ما نان چند نمود می شود. ما چپاتی میگیم. وقتی که علاوه دیگدانه که ما موندیم، البته علاوه برای تیز بدنش ما اول 1-2 تا چپاتی میپزیم، چون که چپاتی که پختیم علاوه بعد کم تسس کشید گردچه ما ممکنه که نسوزد. بعد چپاتی ما گردچه داریم. گردچه ما نسبت دیگر منطقه ها حجمشو کلانتره.
معلوم است که گردچه منطقه رش گفته حجم گردچه ما کدومی که بیند اگر به یگان توی تماشا مرکا اگر به طرفای شهر دیگر نوحیو بریم در حیران میمونن که چخیل گردچه منطقه رش قدر کلان هستن یا شما چخیل در دیگدان برده میپذیه گفته در حیران میمونن. و بعد گردچه ما با فطیرها داریم که فطیر برای عروسان میکنیم فطیر کلان کلان. بعد کلچه میکنیم نسبت هم با کلچه سه مخبره ما میگیم گپی توجگی بودی خدمو که با او نسبت یک کلچه با کلان ترکه. برای در یک حجم تقسیم و به یک اندازه روز کردن کلچه کدبانو بودن ضرور است. معمولا در روستا این کار را زنان و دخترانی تجربه دار انجام میدهند. آماده کردن کلچه چایی خصوصیت تربیوی هم داشته به زنها صبر و تحمل، تازه‌کاری و زیباپرستی را می‌آموزد. کارگرم باشیم به تربیت نسل نورست اگر سر و کارم داشته باشیم که راست دیگه با ساعت جدا میکنیم در ساعت‌های بیکاری در خانه با همین هنرهای خودمون پخت و پز و نانپزیمون دوام میتیم. امروز شکرانه خدا این دخترک‌ها هستن کلینا هستن که با همین کارا را به اینها نشان دادگیم که اینها هم همین کار از خود کردگن. اول ممکن که کند باشه نان پختن آهسته آهسته که از خود کردن نانپزی آسان می شود. برای چی که برای زنی تاجیک نان پختن کند باشه البته این آسان است. خمیر کلچه چایی از نانهای معمولی تفاوت دارد. با آن روغن و شیر همراه کرده سخت می‌شوند. این به آن خاطر است که کلچه های خوشرو و یک حجم بیرون آید. برای روشن و جلانک شدن رنگ کلچه به خمیر روغن رستنی همراه می‌کنند. بعد رسیدن خمیر 2 نفر تیز تیز آن را کنده و روی خوان پرتافته می‌گیرند. 2 نفر دیگر به شکل کلچه می‌درآورند. همین نان‌هایی که مادرای ما میپختن ما از اونها عبرت گرفتیم، نانپزی را یاد گرفتیم و امروز نان‌های زیبا میپزیم که چی معرکه و توی‌ها میشود و مهمان‌هایی که به خانه‌های ما میآیند ما همین نان‌ها را کوشش میکنیم که نان‌های زیبا پزیم و به نزد مهمان گذاریم. ساکن ناحیه ونج خاله نازیه را سر سرفه دیدیم که همراه با همسایه زنها مشغول نان راستکنی بودند. از لطف و مهربانیش دریافتیم که زنی است کشاده چهره، خوش‌معامله و آدم دوستدار. سر صحبت نشستیم با او اطرافی هنرش. ای طرف وای میخیل میکردیم بعد میبستیمش نمیموندیم که وای دم زنه وای چیکن همین ایا طبق میکندیم میبستیمش نونی خوشرو میومد. بعد این نونی چی؟ حاضره بعد دم زنه باید دم زنه 1 ساعت 2 ساعت دم زنه بعدش میبندیم. خوبی آخی نونی گندم با مزه تر نونی گندم این شکرونه همین نونمو نیکی اون گندمی که آسیابی سنگی ارد میکنه یه با مزه ترای خیلی ما هم نونی کلون میکنیم نیکی با قشلاق پایون ترکمون کوچه ها میگویم در درون رایون ما با نونی کلون تر میکنن ما نظر به ما با نونشو کلون ترای خیلی این محله با اون محله رو فرق میکنه نون کردن این محله با اون محله رو فرق میکنه نظر و که من یک نمود نون میکنم با اون محله با یک نمود نونیگه میکنم خیلی است. در آموزش این هنر مادرش را که نانپز ماهر دهه بود استاد می شمارد. با قولش هر روز رخساره های از علاوه تنور سرگشته مادر را دیده و هوس می رفت که باری هم نانپزم. آن وقت تقریبا 10-15 ساله بودم و زواله ملایمی به صد شکل و صورت زیر پنجه های او پیچ و تاب خورده ذوقم را می افزود. امین ونجگی بگم من اومم یاد گرفتم. امین اومم نون میکرد بعد امین اومم یاد گرفتم. بعد اومم تری کمپید زنه که کسالمند همین کسالمند مایده نون کنی رو یاد گرفتم. اگه باور کنی ای صنف 5 بعد نونی گندم قینای بستنش بچم نونی گندم قینای بستنش می بستم یکیش در تگ میافتی یکیش می بستم ساز می بستم یکیش میافتی خیلی آیسته آیسته یاد گرفتم همین یاد گرفتم همین آچم نشونم داکینم خیلی کن خیلی و هر حال که یاد گرفتم.
در تاجیکستان نوهای مختلف نان وجود دارد که خاص هر منطقه‌اند. اگر بانوان رشت و ختلان نان و چپاتی های حجماً کلان آماده می کنند، در شهر و نواحی ولایت سوخ بانوان نانهای شیرمال نسبتاً خردتر می پزند. من 2 شب میبیایم نان راست میکنم تا همین 2 روزه. من 5 دینگه میکنیم 4 دینگه میکنیم. اگه از کسب نگاه کرده. خیلی اکون از نیم شب میبیام خیلی بیدار خوابیش هست و خیلی هر مشو طاقت میکنیم. کار کردن اکون مهنت روی فرزندان مهنت میکنیم. ما همسایه اکون اویلشون کار میکنن همون ما اکون همینجوری یک بوده نام گفتم اونجا کار کرده مهنت کرده نان حلال خورده میبریم. توی شب میخیزیم همون خمیر میکنیم و دام که میمونیم زواله میتویم تا من میچاق کار میکنیم به هر روز میخلق کرده یا بودن اونو خورده گشتی منه منو میخیزم زواله میتوان سحر کدی من شما میبیان نان راست میکنم همون ما سر من میبیام میخلق پخته میتونم